بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و موالاه. ما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران بزرگوار، خوشحالم که در خدمت شما بزرگواران و عزیزان هستم. میخواهم که در این ویدیو به بحث حجاب و وضعیت حجاب در تاجیکستان بپردازم. متاسفانه حجاب گرچه به عنوان قانون رسمی نیست و شاید به خاطری که بادارانشان بر سرشان قهر نشند و یا حداقل مردم بر سر بادارانشان قهر نشند که چرا شما یک بام و دو هوا دارید و در تاجیکستان منع حجاب قانون رسمی است، این کار را نکردن و این کار را نمی کنن. اما با عرض تأسف در مکاتب، مدارس و دانشگاه ها و حتی در یک زمانی در درمانگاه ها یا به اصطلاح شفاخانه ها ممنوع بود که فرد با حجاب داخل بشه در یک مقطع زمانی، و حالا در مکاتب و در مدارس و در جاهای درسی و در دانشگاه ها مشخصه کسایی که در تاجیکستان زندگی میکنن نمیتونن مثلا با روسری یا با یک لباس خاصی وارد دانشگاه بشن و وارد مکان درسیشان بشن، یا هم حتی در بعضی از ادارات دولتی اگر کسی خواسته باشه کاری بکنه یا در داخل ادارات دولتی، متاسفانه این وضعیت قرار داره و وضعیت وجود داره. و من بعضی از صحبت‌هایی از جناب امام علی رحمانوف، رئیس جمهور فعلی تاجیکستان یا رئیس دولت تاجیکستان بگم بهتره، شنیدم و دیدم و برایتان نشر میکنم، خودتان قضاوت بکنید، خصوصا ملت تاجیکستان، که ایشان چقدر راحت با حجاب که یکی از فرائض الهی است دشمنی میکنه و بلکه آنجا نماد بیسوادی و جهل میدانه، نعوذ بالله، و توهین میکنه به زنان محجبه و کسایی که دارای حجاب هستند. و در ادامه بعضی از ویدیوهای را برایتان نشر خواهم کرد که بعضی از ملاهای درباری چطور از این آدم دارن تعریف میکنن و تمجیدش میکنن و این را در یک مقام بلند و بالای قرار میدن که واقعا تأسف آوره. دوستان عزیز، ابتدا شما بشنوید که این فرد چی میگه. من یعنی قطعه صحبتهایش را نشر میکنم که ببینید و خودتان قضاوت بکنید. گوش کنید دوستان عزیز. شما تمام دخترها را فهمانین، اونایی که حجاب به سر میکنن بعضن و میکنن، پیش از همه این بیسوادی بی‌معرفتی است. سوادی کافی ندارن اونا و هم گمراه گشتگان، حتی از همون زندگی خودشان را نمیدونن چیکار میکنن. عجیب دوستان گرانقدر، این فرد میگه که اینهایی که حجاب دارن اینها بی سوادن، سواد ندارن و حتی نمیفهمند در زندگی خود چی میکنن و گمراهانند. والله المستعان. عجیبه، این برای اونها میگه اینها گمراهانند. و سبحان الله، یعنی با این صراحت یک کسی که رئیس دولت باشه بیای این مسائل رو بگه، اون هم در کشوری که حالا بنا به آمارهایی که داده میشه گفته میشه که 98% مسلمانن. شما تصور کنید یک فرد سیکولار و دشمن دین و دشمن حجاب میایه با این صراحت این حرفا را در همچون کشوری مطرح میکنه، در کشوری که اینقدر مسلمان داره و به زنان محجبه و به زنان حجابدار توهین میکنه، جسارت میکنه و بلکه به فریضه حجاب بی‌ادبی میکنه. یک تعداد ملاهای درباری را بعداً انشاءالله صحبتایشان را خواهیم شنید که چهره‌های عبوس و چهره‌های افتاده و شرمندگی در جلو روی این آدم چقدر از این تعریف میکنن. سبحان الله، واقعا این توهین بزرگی است. نه تنها که برای زنان تاجیک در داخل تاجیکستان توهین میکنه، بلکه به همه مسلمانان دنیا، به همه زنان محجبه دنیا داره توهین میکنه. اینه یعنی نمونه ای از سکولاریسم، نمونه ای از ضد دین. حالا تو به حجاب مسلمان ها و به زنان مسلمان چی کار داری؟ چرا توهین میکنی؟ چرا جسارت میکنی؟ گوش کنید ادامه صحبتهایش را، ببینید باز در جای دیگه چی میگه. دوستان عزیز، این صحبتهایش را بشنوید. میخواهم مخصوص تاکید نمایم که بزرگان ما بارها فرمودند که تنها ستر و سیاه‌پوشی و کرکرانه تقلید نمودن با فرهنگ بیگانه نشانه با عفت بودن
زنان و دختران نیست. ما مثالهای زیاده در دست داریم که از جانب زنان و دختران سطرپوش استعمال مواد مخدر، آدم فروشی و باز بعضی کردارهای دیگر صادر کرده می شوند که از سنت و عنعنه‌های ملی ما، هویت و شأن و شرف زن تاجیک تماما و فرسخ‌ها دورند. دوستان گرانقدر دقت کنید، عجیبه والله، اینقدر جرأت میخواه که تو در یک کشوری که اینقدر مسلمان اینطور بیادبی بکنی به زنان محجبه. اولا خب این میگه که تقلید فرهنگ کورکورانه، تقلید فرهنگ دیگرانه. کدام فرهنگ؟ از کدام فرهنگ جناب آقای رحمانوف داره حرف میزنه؟ کدام فرهنگ؟ این کشور اسلامی بابا جان. تو آمدی خودت را اینجا چسباندی و بعد فکر میکنی که هرچی تو فکر میکنی فرهنگ واقعی این مردمه. چیزی که تو میخواهی فرهنگ این مردم نیست، بلکه خواسته چین و خواسته روسه. یعنی چی؟ فرهنگ، تقلید فرهنگ دیگران. کدام تقلید؟ کدام فرهنگ؟ باز شمایی که از فرهنگ حرف میزنی، واقعا از روزی که سر قدرت آمدی واقعا برای فرهنگ مردم تاجیکستان کاری کردی؟ مگر این از فرهنگ مردم تاجیکستان هست که خط نوشتاریشان خط روسی باشه؟ بگو. این خب سابقش رو خب ما میدانیم، خب سابقش رو میدانیم که چند سال میشه خط مردم تاجیکستان خط نوشتاریشان و خط رسمیشان شده این توسط روس و توسط شوروی به زور و به اجبار بر مردم قبولانده شده. چرا این رو تعویض نمی کنی؟ چرا این رو عوض نمی کنی؟ مگر شما نمیگید که ما فرهنگ دارید، حرف از فرهنگ میزنید؟ کدام فرهنگ آقای رحمانوف؟ باز بعد این مردم مسلمانند، این فرهنگشان حجاب. چرا دارید به فرهنگ مسلمان ها توهین میکنی و بعد حرف از فرهنگ میزنی؟ حتی که گفتیم حرف از فرهنگ میزنی، چرا شما درباره خط نوشتاریتون چرا فکری نمی کنید؟ چرا که اونجا اگر خط نوشتاری شد پس دوباره مانند بقیه فارسی زبان هایی که در ایران هستن، فارسی زبان هایی که در افغانستان هستن و خطشان مانند خط فارسی بشه، مردم باز با اسلام آشنا میشن. شما این را نمیخواهید، چین این را نمیخواه، روس این را نمیخواه. سبحان الله. دوستان گرانقدر، اولین بار این خطی که فعلا هست در سال 1928 در تاجیکستان این خط به رسمیت شناخته شد یا به عنوان خط رسمی در واقع معرفی شد. گرچه یعنی سالها روی این قضیه کار شده تا ای که در 1928 میلادی این خط رسمی شده. یعنی هنوز 100 سال هم نشده. همین آقای رحمانوف، من کلامش رو در جای دیدم جالب بود که میگفت به نظر من هیچ ضرورتی برای تغییر الفبا نیست، چون در دوران گذار اقتصادی و فرهنگی قرار داریم. در حالی که کشورها مسیر پیشرفت را طی می‌کنند نباید کاری انجام دهیم که باعث مشکلات بیشتری شود. میگه اصلا من نیازی نمیبینم این را تغییر بدم. خب حجاب چی مشکل با اقتصاد داره که تو داری با حجاب ستیز میکنی؟ ریش چی مشکل داره که تو شما و اصلا حکومتت داره با ریش مسلمان ها کار داره؟ حتی به رفتن جوانان به مسجد کار داره و حجاب زنان زیر 50 سال کار دارید. این به اقتصادشون چی کار داره؟ طبیعی است که یک فردی که یعنی رشتهش اقتصاد و برخکاری است بیای در رأس یک حکومت قرار بگیره حرف دینی بزنه، از این بهتر نمیشه. سبحان الله، عجیبه. و ادامه صحبت‌های ایشان هست پیش من که چون این چیزهایی میگه که یعنی ضرورتی نیست، ما ضرورتی نمیبینیم که الفبا را عوض بکنیم. خب مگر حرف از فرهنگ نمیزنی؟ خب برگرد به فرهنگت. فرهنگ شما که این نیست، خط نوشتاریتان و الفبایتان این نیست، چرا این رو کردید خط رسمی؟ مگر شما نمیگید ما استقلال داریم؟ خب استقلال دارید، استقلالتان رو واقعا نشان بدید. بعد فرهنگ اصیل مردم تاجیکستان را بد و بیرا میگه، اما فرهنگ وارداتی که شوروی آن را اجبار کرده نه، اون خب اشکال نداره، این چیزی نیست، مشکل نداره، حرفی نیست. و میگه خیلی از نوشته های فلسفی و فرهنگی با این زبان تغییر کرده، یا با این فونت یا به اصطلاح با این الفبا تغییر کرده، پس بنابراین مشکلی نیست. ایشان میگه، خودش میگه، ادامه کلامش همینه. سبحان الله. و بعدشان حرف فرهنگ میزنه و بعد از اون میه به زنهای محجبه توهین میکنه.
میگه مگر زیر این لباس نیست که با این لباس حجاب فلان میکنن و این میکنن و آن میکنن. آقای رحمانوف، من نمیدانم این چطور عقلیه، چطور منطقیه. هم شما را میگم و هم کسایی که با این فکر و اندیشه شما هست. اگر زنی حجاب میپوشه، مواد مخدر این طرف و آن طرف میکنه یا آدم ربایی میکنه، اگر شما راست بگید، اگر واقعا صادق باشید، این بدون معناست که شما باید با حجاب مخالفت بکنید. مثل اینه که یک شخصی مثلا در هر کشوری یک لباس مشخص و لباس معینی، درسته؟ لباس مشخص و معینی برای پلیس داره، با عنوان مثال، درسته؟ یونیفرم خاصی داره پلیس. کسی با این یونیفرم پلیس آدم ربایی میکنه، قتل میکنه، میکشه، دزدی میکنه، سر راه میگیره، جنایت میکنه، خیانت میکنه، به مردم زور میگه. بعد کسی بیه یونیفرم پلیس را مورد خطاب قرار بده که بله این یونیفرم مشکل داره. یعنی چی؟ یعنی این یونیفرم باعث شده که این جنایات را بکنه، این کارها را بکنه. چی دارید میگید شما؟ چی ربطی داره؟ اصلا این منطق نیست، که این حرف منطقی نیست، عقلانی نیست. بابا جان راحت مانند حرفای گذشته راحت بگو که من با این حجاب مشکل دارم. توهین کن به زنان محجبه، ولی این حرفای منطقی نیست که والله چون با این لباس چون اینو چنان میشه من مشکل دارم. نه اساسا مشکل جای دیگری است آقای رحمانوف و تمام کسایی که هم فکر شما هستن. و تعجب آور دوستان عزیز، شما ببینید که بعد این چی میگه. در جای دیگری همین صحبتش رو تقریبا نوعی تکرار میکنه که عفت فقط در لباس که نیست. گوش کنید. کلاسال‌های دیگر چقدر به لباس میپوشیدن؟ چرا بیگانه پرستی کنیم؟ با عفتی زن بانوی تاجیک یک به سطر حجاب نمی شود. گپ در ایمان و اعتقاد و اخلاص است، گپ در باطن است. من در برآمد سخنرانی هم گفتم. دوستان عزیز دقت کنید، شما اون ملایی که اونجا استاد، دو تا از ملاهایی که اونجا استادن، دقت میکنید که سرش رو میاندازه پایین. خب میفهمه که مجرمه و در کنار، در روبروی یک انسان حتاک و بی حرمتی استاده که اون هم داره توهین میکنه، به زنان محجبه داره توهین میکنه. و شاید زن همین ملا هم حجاب داشته باشه، به زن خودش هم توهین میکنه، به دختر خودش هم توهین میکنه و این استاد فقط تماشا میکنه، سرش رو میاندازه پایین، خجالت میکشه. خب باید خجالت بکشه. و من تعجب میکنم شما دوره بر این آدم میچرخید و به شما توهین میکنه، به دینتون توهین میکنه، هرچی به دهانش میه و شما فقط نگاه میکنید. سبحان الله، عجیبه. این کدام عقل، کدام منطقه؟ بعد ایشان میگه که این عفت و پاکدامنی فقط در ستر و حجاب نیست. بله درسته، و حجابی که شما مراد دارید که فقط این لباسه، بله درسته، اما معنای حجاب گسترده تر از این قضایاست. این پوشیدن لباس نوعی از حجابه و این نمیتونی که تو به خاطر موارد دیگر این مورد رو رد بکنی که چون فلانه و عفت فقط در این نیست پس بنابراین این را بزنیم کنار و بد و بیرا بگین و زنان محجبه را توهین بکنیم و جسارت بکنیم و بی‌ادبی بکنیم با آنها. سبحان الله. ببینید دوستان گرانقدر، این شخص میگه که مهم باطنه. بله مهم باطنه، اما این باطن اگر اصلاح باشه اعضا و جوارح انسان خود به خود اصلاحه. حجاب فرضی از فرایض الهی است. این که تو میگی فرهنگ بیگانه نیست. فرهنگ بیگانه رو قبلا برای توضیح دادم. این فرهنگ اصیل مردم هست، ولی تو داری با این فرهنگشان داری مبارزه میکنی به نام مبارزه با فرهنگ بیگانه و امثال تو دارین با این فرهنگ اصیل مردم مبارزه میکنید. متوجهید؟ بعد دوستان گرانقدر ببینید این بحث باطن مطرح میکنه که درون انسان و باطن انسان پاک باشه. بله درون انسان اگر پاک باشه خود به خود انسان به فرضی از فرایض الهی سرخم میکنه و آن را قبول میکنه و عمل میکنه. این حدیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم هست که در صحیح بخاری حدیث شماره 52 پیامبر علیه الصلاه و السلام میگن الا و ان فی الجسد مضغه، بدانید و آگاه باشید که در جسد انسان پاره گوشتی است که اذا صلحت
صلح الجسد کله. اگر این اصلاح بشه همه بدن اصلاح میشه. یعنی اگر این اصلاح بشه فرماندهی بدن داره، قلبه. پیامبر میگن که و اذا فسدت فسد الجسد کله الا وهي القلب. پیامبر میفرماین اگر فاسد شده همه فاسد میشه و این همان قلبه. یعنی چی؟ کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم بر اینه که اگر قلب اصلاح شد اعضا و جوارح خود به خود اصلاح میشه. ممکن نیست شخصی از فرائض الهی را ترک بکنه یا گناه بزرگ و گناهی را مرتکب بشه و بعد ادعا بکنه که قلبم پاکه. اگر قلبت پاک می بود تو را اجازه نمیداد که چون این کارهای انجام بدی، طبیعتا جلوت را میگرفت. بله دوستان عزیز، میریم به سراغ یکی دیگر از ملاها که ببینین در حضور این فرد چی میگه، از او چی تعریف میکنه. عجیبه، کلن از این ساختن یک ولی. گوش کنید. محترم جناب عالی، شما شخصی 500مین نفر مسلمان جهان هستید. این عنوان را برای شما دولت‌های خارج دادن که این افتخاری ما است. هر آینه اسرافکارها اینها برادرهای شیطان هستند. خداوند میگوید. بله گوش کنید دوستان عزیز و گرانقدر. سبحان الله، این ملا داره از این تعریف میکنه. شما 500مین نفر از مسلمانان جهان هستید. خب یعنی چی 500مین نفر از مسلمانان جهان است؟ نفهمیدم یعنی چی. و این رو کشورهای خارج به شما لقب دادن و این هم دیگه خوشحاله دیگه که بله از من تعریف میکنه، یک ملای درباری و یک ملایی که چی بگم به خدمتتان. والله اگر این ملا حرفم را میشنوه توبه بکن در پیشگاه الله متعال. چطور از چون این تواقیتی متاسفانه اینطور در جلو رویشان تعریف صورت میگیره؟ چطور؟ سبحان الله، انسان تعجب میکنه. والله دوستان گرانقدر چطور ممکنه؟ گوش کنید این ملای دیگری که در واقع نامش را یکی از دوستان به من فرستاد، گفت کسی به نام حاجی حسین موسی‌زاده، معاون مفتی تاجیکستانه. خودش مفتی در یکی از شهرها، باز معاون مفتی تاجیکستان هم هست. ببینید که این در نزد این آدم چی میگه دوستان گرانقدر. دقت کنید که چی میگه. اون آسانی‌هایی که در مذهب ما هست در دیگر مذهب‌ها نیست. انا امیر مردم فهمونی، خصوصا آدمان بیمار. رسول اکرم در قید حیات چند سال حیات دید؟ 63 63. بله. شما بیارین یک در یگان جا از خاطرات از صحابه و از دیگر شخصیت‌های وی یگان مراتبه حضرت معبد یگان شخص را حتی یهود را نامسلمان گفت؟ نه، در عقیده ما حتی پیر مذهب ما امام اعظم در یگان جا گفتن. حکایت‌ها و حدیث‌های خیلی زیاد است. نیست، این چیز نیست. درست جناب. سبحان الله، دقت کنید دوستان گرانقدری. ملا را ببینید، هر چی که این میگه بله درسته، بله درسته. و از اون ملا میگه در مذهب ما آسانی است. یعنی تو هدف تو از آسانی چیست؟ یعنی مذهب تو مگر برگرفته از کتاب و سنت نیست؟ یا تو مذهب جداگانه ای داری که برای آدم جواز میدی که هر چی به دهانش بیه بگه؟ این مذهب امام ابو حنیفه است رحمه الله. و باز این آدم از پیر مذهب از اینها یعنی امام اعظم یا امام ابو حنیفه رحمه الله در کدام جای گفته که یهودی مسلمان نیست؟ در کدام جای پیامبر گفتن یهودی مسلمان نیست؟ بازی میگه نه، او آخوند هم میگه نه، ملا میگه نه. اگر در قرآن بود چطور؟ وقتی الله متعال سبحانه و تعالی در سوره مبارکه آل عمران میگه یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات الله، ای اهل کتاب چرا شما کافر میشید به آیات پروردگار؟ اون وقت چی میگی؟ اگر الله متعال در سوره فتح آیه 13 گفته باشه که و من لم یؤمن بالله و رسوله، کسی که به الله و پیامبر ایمان نیاورده، پیامبر یعنی محمد رسول الله علیه و سلم. و کدام یهودی به محمد صلی الله علیه و سلم ایمان داره؟ یهودی باشه و به پیامبر ایمان داشته باشه؟ بله. فإن اعتدنا للکافرین سعیرا، الله متعال میگه ما برای کافرین سعیر را آماده کردیم، جهنم را آماده کردیم. یعنی اینها کافرن. و همه این ملاها تصویرشان رو ببینید اونجا نشسته هستند و اون مفتی، معاون مفتی موسی‌زاده اونجا جلو رویش ایستاده، هر چی که این میگه تایید میکنه. نه تنها این که تایید میکنه، ببینید حرف ادامه حرفش چیه. حرف بسیار خطرناکی میزنه موسی‌زاده. و البته قبل از این که حرفش را نشر بکنم دوستان عزیز گوش کنید، در این مسئله اجماع امته.
مذهب حنفی، مذهب مالکی، مذهب شافعی، مذهب حنبلی و تمام مذاهب اسلامی اتفاق دارن به این که یهود و نصارا کافرن و هر کس اینها را کافر ندانه کافره. هر کس اینها را کافر ندانه کافره. حالا این میگه که پیر مذهب ما چون این گفته، تو مگر چی میفهمی؟ سبحان الله، یک کسی که دوباره این را میگم دوستان گرانقدر، کسی که رشتهش اقتصاد خوانده و کارش برخکاریه، این به اظهار نظر در همچون مسائل بکنه، حرف زدنش رو ببینید بلد نیست، نمیتونه درست حرف بزنه، میه مسائل اسلامی رو میگه در حضور همچون ملاهای درباری و بدبخت و اینها هم سکوت میکنن. بلعم باورا است برای خودش. گوش کنید چی میگه در ادامه این بلعم باورا. جناب عالی، اون سخنهایی که شما گفتید همش آیت، همش حدیث بود. سبحان الله. میگه جناب عالی هرچی شما گفتید، سخنانی که گفتید آیه و حدیث بود. سبحان الله، عجیب دوستان گرانقدر، انسان تعجب میکنه. گرچه این صحبتش با این آدم طولانی بوده، من یعنی قسمت‌های زیادی از این رو حذف کردم چون حرفای مفت دیگری میزنه، حرفای بسیار کوچه بازاری، حرفای بسیار پیش پا افتاده که والله ارزش نداره که انسان این حرفا را بشنوه. دوستان گرانقدر، اصل هدف من روی حجاب بود. ای امت اسلام، ای برادران و خواهرانم در تاجیکستان، از فرهنگ اصیل اسلامیتون دفاع کنید. اجازه ندید که اینطور هر کس دلش خواسته باشه با فرهنگ اصیل اسلامیتون بازی بکنه. اینها تمام جماعت‌های اسلامی را بد و بیرا گفته و آنها را توهین کردن و جسارت کردن و کشتن و بستن و هزاران جنایت کردن و حالا هم کارشان رسیده به این که بیان دین مسلمان ها را بد و بیرا بگن. و پیامم و هدفم از پخش این که این ملا این گفتگوها را داره یا اون ملای دیگری که می از اون تعریف میکنه و ملای دیگری که سرایشان افتاده از چهره‌های عبوس و خودشان هم میفهمن که بر باطلن، خودشان هم میفهمن که در برابر یک انسانی که در برابر دین داره بد و بیرا میگه سکوت کردن، خودشان به خوبی این قضیه را میدانند و میفهمن، از چهره‌هایشان مشخصه، از طرز تعاملشان مشخصه. پیامم برای این هاست: از الله بترسید، دست بکشید، در کنار ملت مسلمان تاجیکستان قرار بگیرید. در پیشگاه الله چی جواب میدید به خاطر 4 روپیه پولی که میاندازن به پیشیتان؟ یادتان باشه همه این ملاهایی که درباری هستن، کسایی که در دربارن، کسایی که در رأس حکومتن، به شما در واقع به چشم دستمال کاغذی میبینن، فقط از شما استفاده میکنن و میاندازن دوریتان. ملایی که در دربار بود اینطور از دین الله متعال سبحانه و تعالی مایه گذاشت و اینطور در برابر باطل سکوت کرد و جمع عظیمی از ملاها نشسته و یکی در رأس به عنوان معاون مفتی اونجا استاده چرند میگه و چرندیات ای آدم رو میگه که حرفای تو قرآن و حدیث بوده. سبحان الله، از الله بترس، از الله بترسید، در پیشگاه الله متعال حاضر میشید و این تایید باطل شما و این سکوت شما در برابر باطل و سکوت شما در برابر منکر در واقع از شما شیطان اخرس جور کرده و از شما بلعم باورا جور کرده که میاد از همچون تواقیت سخنانشان را و حرفهایشان را تایید میکنید، حرفهای بی ربط و حرفهای کفریشان را تایید میکنید. از الله بترسید، از الله بترسید. چند روز دیگر زنده هستی، میمیری، همه ما میمیریم، کل نفس ذائقة الموت، ولی در پیشگاه الله حاضر میشی و باید در پیشگاه الله پاسخ بدی. جزاکم الله خیرا. از تمام برادران و خواهران تاجیک میخوام که این ویدیو را تا حد الامکان پخش کنید تا به گوش این افراد برسه، حتی تو به گوش خود امام علی رحمانوف هم برسه و حداقل افراد دور برش بشنون این حرفا را و کمی خودشان را کنترل بکنن در مباحث دینی. این دین الله دوستان عزیز به ربطی به تاجیک و غیر تاجیک نداره. دین الله، هر کس خواسته باشه از دین الله چون این سو استفاده بکنه بر امت اسلامی است که جوابش رو بدن و جلوش بیستن، بگن این حرفا نادرسته، حرفای مزخرفیه، فریب 4 تا ملای نادان و جاهل درباری رو نخور که هرچی تو میگی میگن بلی. ولی حقیقت امر اینه که اینها خلاف اسلامه، خلاف دینه. اگر مسلمانی، اگر اسلام در تو هنوز اندکی وجود داره، گرچه ما میبینیم که به صراحت با شعائر اسلامی در تاجیکستان جنگ صورت میگیره. الله متعال رحم کنه. جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم. در حفظ و پناه الله باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.